با گفته ناظران مستقل در رابطه با قانون شکنی ها در دور دوم انتخابات ریاستی جمهوری افغانستان 6000 شکایت وارد شده است. نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در نشست خبری در کابل گفت اکثر شکایت ها با دخالت مقامات و جنگ سالاران به جریان رای دهی ارتباط می گیرد، چون این قانون شکنی ها در 161 مرکز رای دهی در افغانستان مشاهده شده است. در دور دوم انتخابات روز 14 ایون در افغانستان عبدالله وزیر سابق امور خارجه و اشرف غنی وزیر سابق مالیه افغانستان برای کرسی ریاست جمهوری رقابت کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن سفرش به صربستان گفت هر دو کشور همچنان عزم دارند که طرح بنیاد لوله گاز مجرای جنوبی را عملی کنند. سرگئی لاوروف در این باره با همتای سربی خود ایویتسا داچیچ در شهر بلگراد گفتگو کرد. در صورت بنیاد لوله گاز مجرای جنوبی روسیه میتواند بدون ترانزیت از طریق اوکراین گاز خود را به کشورهای اروپا انتقال بدهد. بیشتر از این بلغارستان گفت که در اجرای این طرح شرکت نمی‌کند. در جمهوری بلاروس سه نقاش خیابانی را هنگام نمایش هنرشان در پایتخت در شهر مینسک دستگیر کردند. آنها در دیوار یکی از مؤسسه‌های دولتی بلاروس عکس 4 متری ادیب مرحوم واسیلی بیکوف را نقاشی کردند و در این ضمن دستگیر شدند. واسیلی بیکوف که حکومت رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو را سخت تنقید می‌کرد سال 2003 درگذشت. در کرغیزستان شرکت دیکامپلوس دو نوع تراکتورهای تولیدی داخلی را به نمایش گذاشت. تراکتورهای نوی تاپاز در یک کارخانه در شهر بیشکک و از تجهیزات چینی ساخته می شود. شرکت دیکامپلوس تا کنون 5 تن تراکتور تولید کرده است و می گوید قصد دارد در آینده تمام قطعات و قسم‌های تراکتور را در داخل کرغیزستان تولید کند.